دروغ تراپی و قمپوز درمانی یکی از روش‌های ثابت و مضحک آخوندهاست برای برون رفت از بحران‌های نظام. این شیوه هم به یکی زمینه یا دو زمینه محدود نمیشه. آخوندها تو همه پهنه‌های مختلف ازش استفاده میکنن. یه آب‌بازی را میندازن، اسمش میذارن مانور دریایی گسترده فلان. یه سناریوی آبگوشی سر هم بندی میکنن، اسمش میذارن عملیات پیچیده چند وجهی دستگیری. بعد تو فضای مجازی هم 4 تا بسیجی رو میارن جلو دوربین، اسمشون رو میذارن هکر. طرف یه خورده که حرف میزنه مشخص میشه که به زحمت فرق بین شورتکی و کامپیوتر یادش دادن، ولی در عالم ادعا متخصص هک صفحات دشمنان نظامه. هفته پیش یکی از این بسیجی موجی‌ها رو تحت عنوان هکر آوردن باش مصاحبه کردن که واقعا خنده‌دار بود. چند قسمت رو با هم ببینیم. عرضم به حضورتون، ما از یعنی خودم به شخصه از این واژه هکر استفاده نمی‌کنم. ما میگیم از دسترس خارج کرده. عرضم به حضورتون، اولین کار بنده صفحه آمد نیوز بود، صفحه اول آمد نیوز و صفحه آقای، یعنی صفحه شخصی آقای روح الله زم، صفحه رسمی امیر تتلو. امیر تتلو مگه توییتر داشت؟ بله توییتر، بله. ولی متاسفانه دوستان فعالین توییتری متوجه نشدن کار کی بود. کار شما بود. بله پیشنهاد دادن، نهادهای گردن کلفتن پیشنهاد بوده، ولی حالت لاف در غریبی بود. عرضم به حضورتون، کار که دلیه، یعنی به فرمانده مقام معظم رهبری آتش به اختیار وارد این عرصه شدیم. باره نمیتونم اطلاعات من برنامه نویسی چیزی بلد باشین؟ حالا در مورد این موضوع من اصلا در این مورد نمیشه صحبت کرد. نمیشه در این مورد، یعنی واقعا نمیشه صحبت کرد. طرف فکر میکنه اگه بگه نمیتونم چیزی بگم مثلا قضیه خیلی مرموز و پیچیده میشه. حالا این بسیجی خودش با این آیکیو پایینش کلا مغزش از دسترس خارجه. بعد میگه من صفحات فلان و فلان از دسترس خارج میکنم. صحبت کوتاه کنیم بپردازیم به قطعه طنزی که حتما باید همکارانمون در این زمینه تهیه میکردن. با سلام به بینندگان عزیز و جوانان ولایت مدار. امروز در خدمت یک جوان بسیجی نخبه هستیم که کارهایی رو انجام داده که مرزهای تاریخ رو جابجا کرده و دنیای تکنولوژی رو تکون داده. جناب آقای هکرزاده اصل هکری که من خیلی خوشحال هستم که در خدمت ایشون هستم. خواهش میکنم شما خودتون رو معرفی کنید. با سلام خدمت بنیانگذار هکرهای نظام، امام هاکر و ولی امر هکرهای جهان، مقام عظمای حکارت. بنده هکرزاده اصل هکری هستم، بچه هکرآباد، و بیشتر از این هم نمیتونم بهتون اطلاعات بدم. آقا شما واقعا جلوه ای از توانمندی بسیج هستید. بفرمایید که چه صفحه هایی رو تا به حال هک کردید؟ در رابطه با این موضوع من نمیتونم بیشتر از این اطلاعاتی بهتون بدم چون خیلی حساسه. خب باشه، بفرمایید که چطور هک کردید؟ والا اینکه چطور این کار رو کردم نمیتونم اطلاعاتی بهتون بدم چون خیلی حساس. یعنی چی نمیتونم بگم؟ پس راجع به چی صحبت کنیم؟ در رابطه با اینکه راجع به چی صحبت کنیم نمیتونم اطلاعاتی بهتون بدم چون خیلی حساسه. خودتو لوس نکن مرتیک عملی، میزنم سر صورت رو هک میکنم مثل آدم جواب بده. این لحاظ فقط این سر و صورت رو هک میکنم ما نمیگیم، درستش اینه که بگید که سر و صورت رو از دسترس خارج میکنم. خب حالا بگو ببینم کجاها رو هک کردی؟
صفحات رضا لاگزیان، اصغر کوتول، حسن خلوک، امید 59، احمد سوزوکی و اکبر خوفناک رو من خودم هک کردم. عجب کارهای بزرگی کردی. چطور این کارها رو کردی؟ والا در رابطه با اینکه چطور این کارها رو میکردم نمیتونم بگم. میادا ایچی خودم یه صفحه درست میکردم، اسمشو مثلا میذاشتم رضا لگزیان یا امید 59، بعد خودم هم از دسترس خارجش میکردم و این رو به عنوان پیروزی ارتش سایبری نظام ثبت میکردم. بعضی موقع هم اصلا پاسش یادم میرفت، همینطوری میموند، الان مونده. یعنی با این حساب کار خیلی حساسیه و میتونه ضایعه هم داشته باشه. بله البته ما بهش میگیم خطای انسانی که خب منم داشتم. مثلا پهپاد آمریکایی رو هک کردم که متاسفانه خورد به حاج قاسم و ایشون هم به مقام رفیع کتلتی رسیدن. یا مثلا میخواستم اطلاعات سایت اتمی بوشهر رو از آژانس اتمی خارج کنم، دستم خورد اطلاعات نتنز و فردو و لویزان و عراق و اینا همش رفت تو آژانس، که البته اینا دوستان نمیدونن. یه خطای انسانی دیگه هم داشتم که رفتم سیستم اکسیژن تفنگدارای آمریکایی رو از کار بندازم، اشتباهی دستگاه اکسیژن امام رو از کار انداختم. ماسه رحلت رقم. عجب، واقعا مایه افتخار ما هستی با این همه توانمندی که هاک نظام رو به هوک نشوندی. جوونا دوست دارم بدونن که این هک کردن رو از کجا شروع کردی؟ والا سر اینکه از کجا شروع کردم نمیتونم اطلاعاتی بدم، ولی شما عصبانی نشو. اولین بار با ته خودکار اسم خودم رو درخت انجیر حیاط خونمون هک کردم که مادرم گفت قربون پسر هکرم برم، که من بعد از اون دیگه تصمیم گرفتم هکرشم. بعدم که اسم مقام عظما رو دهلیز قلبم هک کردم که الان این دهلیزم از دسترس خارج شده. خب شما بگو که سطح تکنولوژی که در بین هکرهای جهان در چه نقطه‌ایه؟ خلاصه اینکه چقدر بلدی؟ والا اینو که نمیتونم بگم چون خیلی حساسه. برادرام گفتن هر کاری هم بکنی نمیگم. آقا اجازه بده کلام منعقد بشه. بابا شما ما رو از بلال فروشی برداشتی آوردی اینجا، خودت میگی بگو هکرم، بعد حالا میزنی. بابا هر چی گفتیم لاف در غریبی بود. اصلا به قیافه من میخوره هکر باشن؟ من واقعا میخوره به من هکر باشم؟ من ته تهش بتونم یه جیگرکی بزنم تو رشته دامپیوتر و پشم افزار.